الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و حرمت خدمت همه عزیزان و دوستان. امید است که شاد و خرم و موفق بوده ایام به کامتان باشد. فن ترجمه یک فن خیلی ارزشمند و دارای اهمیت است، به این دلیل که ترجمه در توسعه، رشد و تعالی علم و دانش و فرهنگ نقش کلیدی را بازی کرده است و همچنان در گسترش تمدن‌ها و در انتقال آن از یک زمان به زمان دیگر و از یک مرحله به مرحله دیگر و از یک ملت به ملت‌های دیگر ترجمه سهم فعال داشته و نقش کلیدی را بازی کرده است. بنابراین قطعا گفته می توانیم که ترجمه در شکلگیری حوزه‌های مختلف علمی نقش بازی کرده است. از این رو اهمیت آن خیلی بالاست. با توجه به این موضوع خواستیم که در پیوند به اصول ترجمه یا فن ترجمه سلسله کلیپ ها را با رعایت تسلسل موضوعی آن ترتیب و تهیه نموده خدمتتان تقدیم نماییم. امید است که مفید واقع شود. اصولا ترجمه مثل بسیاری از موضوعات دیگر یا خیلی از موضوعات دیگر یک موضوع گسترده، وسیع و دامنه‌دار هست. بنابراین شرح بست این موضوع که به تمام اجزای آن پرداخته باشیم در قالب یک یا دو تا کلیپ ممکن نیست. از این رو تلاش می‌ورزیم که هر جزء از اجزای آن را و هر بخش از بخش‌های آن را در کلیپ مستقل و جداگانه به بحث و بررسی بگیریم و به اجزای آن بپردازیم. اما قبل از این که وارد اصل موضوع شویم، در این مقطع یا در این کلیپ در قالب یک مقدمه به یک سلسله نقاط اشاره می کنیم که فهمیدن آن و درک آن ما را در شناخت فن ترجمه و در شناخت اصول آن خیلی کمک می کند. بدیهی است که ترجمه یک کار خیلی مشکل ذهنی هست که در انجام آن ما بر علاوه تخصص به تجربه نیاز داریم، به ذکاوت نیاز داریم و به مهارت نیاز داریم. زیرا ترجمه یک فن تطبیقی هست که کسب آن در واقع بر علاوه تخصص به تجربه نیاز دارد، به مهارت نیاز دارد و به ذکاوت نیاز دارد و به ممارست عملی پیهم نیاز دارد. زیرا هدف ترجمه زمانی برآورده می شود که ما در این فن تسلط داشته باشیم، اتقان داشته باشیم و ابداع یعنی قوت ابتکار را داشته باشیم، قسمی که در فنون دیگر هم به تسلط نیاز است، به اتقان نیاز است. همچنین در ترجمه هم ما به تسلط نیاز داریم. یعنی تا زمانی که در این فن ما و شما تسلط نداشته باشیم، اتقان نداشته باشیم و قوت ابتکار را نداشته باشیم، به هدف نمی رسیم. محصولی از ترکیب تخصص و تجربه و مهارت و ذکاوت در واقع تسلط، اتقان و ابداع می باشد. هدف اساسی ترجمه در واقع انتقال مفاهیم و معلوماتی است که نویسنده آن را به زبان اول ارائه کرده است. یعنی هدف ترجمه تنها این نیست که ما معانی کلمات، واژه‌ها، اصطلاحات و حتی جملات را از زبان مصدر به زبان مقصد انتقال بدهیم، بلکه هدف اساسی ترجمه این است که ما مفاهیم و معلوماتی را که نویسنده به زبان مصدر ارائه کرده است آن را به زبان مقصد بدون کم و کاست ارائه کنیم و نقل انتقال بدهیم. این هدف اساسی ترجمه هست. ترجمه در واقع در گسترش و در شکلگیری و در شکوفایی علم و دانش نقش اساسی داشته است. زیرا ترجمه یکی از مهمترین ابزارهای انتقال دانش، فرهنگ، اندیشه، تمدن و یکی از مهمترین ابزار در ایجاد ارتباط میان ملت‌ها در طول تاریخ بشری بوده است. این فرایند در واقع در دوره‌های مختلف تمدنی
نقش کلیدی را در شکلگیری رشد علوم، فلسفه، ادبیات و هنر ایفا کرده است. از این رو لازم است که ترجمان از یک سلسله اوصاف، استعدادها و ظرفیتها برخوردار باشد تا بتواند که این مهمه را به صورت درستش انجام بدهد. اگر به مراحل تاریخی ترجمه نگاهی کوتاهی داشته باشیم، ترجمه دوره‌های مختلف را پشت سر گذاشته است، مراحل تاریخی مختلف را سپری کرده است. به طور خلاص بگوییم که ترجمه یکی از کهن‌ترین و مهمترین فن هاست که ملت‌ها در تعاملات متقابل تجارتی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خویش آن را به کار بستند. از این رو دیده می شود که از قدیم الایام تبادل واژه‌ها، اصطلاحات در میان زبان‌ها رایج است و همچنان تبادل افکار و نظریات در حوزه‌های علمی ملت‌های مختلف معمول و رایج بوده است. این در واقع قطعاً اثر ترجمه می باشد. قبلا گفتیم که ترجمه دوره‌های مختلف تاریخی را پشت سر گذاشته است که دوره اول دوره باستان می باشد. در تمدن‌های اولیه مانند تمدن سومری‌ها و کلدانی‌ها و همچنان مصری‌ها و هندی‌ها، ترجمه در زمینه‌های مختلف مثل زمینه‌های دینی، حقوقی، علمی، اخلاقی به شدت به کار گرفته شده است و ترجمه یگانه مجرای برای تبادل معلومات مربوط به زمینه‌های فوق بوده است. در یونان باستان فیلسوفانی مثل ارسطو، افلاطون و غیره آثار ترجمه شده تمدن‌های شرقی را می‌خواندند و آن را می‌نوشتند و همچنین می‌بینیم که رومی‌ها برخی آثار یونانی را به لاتینی ترجمه کردند و از آن در شکل دهی تمدن خود استفاده کردند و بهره برداری کردند. دوره دوم عصر طلایی اسلامی هست که ما و شما آن را به نام قرون وسطی یاد می‌کنیم و با ظهور اسلام و با گسترش خلافت اسلامی ترجمه در واقع به یک نهضت علمی سازمان یافته تبدیل شد. به ویژه در دوران عباسی ها مراکز علمی بزرگ به نام بیت الحکمت در بغداد تأسیس شد و در تعاقب آن در مصر در قاهره تأسیس شد که از مجرای این مراکز علمی و یا مرکزهای بارز ترجمه صدها اثر در فلسفه، در طب، در ریاضیات، در نجوم و در علوم طبیعی از زبانهای مختلف به زبان عربی ترجمه شد و در همین دوره مهمترین و یا برجسته‌ترین و معروفترین ترجمانها ظهور کردند، مثل حنین ابن اسحاق که در واقع مترجم آثار بقرات و جالینوس بود، ثابت ابن قره، فسطا ابن لوقا و همچنان یوحنا بن نماسویه، ابن البطریق و غیره ترجمانهای بزرگ در این دوره ظهور کردند و آنها آثار مختلف علمی را از حوزه‌های مختلف تمدنی به زبان عربی ترجمه کردند و مسلمان‌ها در گسترش و یا در رشد و تعالی علوم اسلامی از آن استفاده کردند و بهره برداری نمودند. مراکز ترجمه در این دوره دارالحکمت‌های بغداد و قاهره بود، دانشگاه‌های اندلس بود مثل دانشگاه قرطبه و مثل مراکز علمی صقلیه و همچنان دانشگاه زیتونیه در المغرب بود. این دوران سبب شد که جهان اسلام در قرون وسطی به مرکز علمی و فکری جهان مبدل شود. دوره سوم دوره انتقال علوم به غرب است. در قرون بعدی مسلمانان در اندلس و در صقلیه ترجمه آثار عربی به لاتینی را آغاز کردند. این روند به انتقال علوم اسلامی به اروپا کمک کرد و زمینه‌ساز رنسانس علمی در غرب گردید. یعنی علوم اسلامی، علومی که دانشمندان اسلامی آن را تأسیس گذاشته بودند و در آغوش تمدن اسلامی آن را پرورش داده بودند، این علوم از زبان عربی و زبان لاتینی ترجمه شد
و از خلال معبرهای مختلف مثل اندلس و غیر معابر معروف این علوم به اروپا منتقل شد و همین علوم بود که زمینه ساز رنسانس علمی در غرب گردید. مرحله چهارم یا دوره چهارم دوره مدرن است. در دوره های اخیر یا در قرنهای اخیر ترجمه به صورت نهادی و دانشگاهی گسترش یافت. ترجمه آثار علمی، حقوقی، ادبی، سیاسی و مذهبی به زبانهای مختلف در جهانی سازی دانش و تعامل فرهنگی بین ملت‌ها نقش مهمی ایفا کرده است. امروزه ترجمه بخش اساسی از رسانه‌ها، روابط بین الملل، دانشگاه‌ها، نهادهای بین المللی بوده و هنوز ابزار مهمی برای انتقال معلومات در بخش‌های مختلف است. اگر خواسته باشیم که از این همه گفته‌های فوق یک نتیجه گیری داشته باشیم، به صورت خیلی مختصر باید بگوییم که تاریخ ترجمه گواه روشنی بر تبادل اندیشه ها و پیشرفت تمدن هاست. هر جا ترجمه شکوفا شده، رشد علمی و فرهنگی نیز پدید آمده است و هرگاه ترجمه راکد گشته، تمدن ها در رکود فرو رفتند. این در نهایت باید بگوییم که در کلیپ های بعدی تلاش می‌ورزیم که با اصول ترجمه به صورت خیلی تفصیلی بپردازیم و هر جزئی از اجزای آن و هر اصلی از اصول آن را به صورت خیلی تفصیلی انشالله به بحث و بررسی میگیریم. والله ولی التوفیق. با حرمت. و این هم بود کلیپ اول ما.